سلام به همه وطن دوستان. این ما خودم در کابل آمدیم الحمدلله با برادرای طالب مسجد یا اصلا وطن دوستایی نیستن. لعنت شاید لندغن وطن فروش که میگفتن که طالب بعد از طالب میفهم زنتان که شما فروخته نگاه کنید. با خودم ناموستان که فروخته اینا میان نگاه میکنن. یا ببینید به وطن خدمت میکنن. در 40 سال تو کسی تا نامد شما با پاستا وطن فروشا ناموس فروشا در سر از جای انعام مونده که یک نفر از زیر بکشه پیسه میده. اما پیسه بی ناموسی و چیزی را که گرفتی دیگه به وطن خرید. سرت نازنینا سعی کنی که استاد از وطنتان رو نگاه میکنن. خاک در سر شما بی ناموسای وطن فروشا. ما افتخار میکنیم که با خدا غیرت کیا داره، همت کیا داره. والا که شما داشته باشید. با خدا نمی 40 ساله که ما از وطن دور بودیم. آمدیم به دیدار از افتخار میکنیم مثل نازنینا. قربان از دانه دانه از جاشم. با خدا ما فدای هر کدام از جاشم. این غیرت، این همت، این ناموس دوستا، این وطن دوستا. خاک ما را فروختی، وطن ما را سنگ فروختی، چوب فروختی، ناموستان فروختی، قدرت گرفتی. آخر هم از وطن سگ وارد دور شدیم. والا که در ملک خارج اکل جایزاد. به نام هر کس که هر کدامتان که چارایی را کرده ناموستان گرفته وطنتان برباد کرده تباه کرده و شما را مثل سگ وارد استفاده میکنه. وطن دوستان عزیز افغانای محترم، کسی که واقعا افغان است شما باید ببینید که اینجا منزل از این ملحد بیشرف زیا مسعود است که امروز الحمدلله به دست شیرمردا افتاده و بازم ببینید که یک چیزش خیانت نشد. چوکیا همه چیزا اینجا برقرار است. دیگه الحمدلله شکر کو دوران تیرگی گذشت الحمدلله شکر. حال دوران اسلامی است. دوران است که شیرمردا مردایی که در راه خداوند است به دست ازیاس همه چیز و انشالله تا که افغانستان است همه افغان ها همه شیرمردا انشالله سلطنت خواهد کرد. دیگه هیچ چیز خیانت نشده. ببینید چیزی هست که به درد کس نمیخوره. بله. یعنی گرد سرش افتیده. او استفاده هم نمیکنیم ازش. این همون سالون است که شوهرای خارجی مادرش میاد و به حساب لندای مادرش میامدم اینجا و حتی از شاید مینوشی میکردن خوشگذرانی میکردن و همین وطن فروش های بیناموسا دختران هم میآوردن بسیار برشان. دیگر شکر الحمدلله حال به دست شیرمرداست. این همون سالون است که شاید هزارها فساد بیناموسی کرده باشد و جای از خودش نیست. بله شاید والده شما میجا بوده باشه که اما تو به حساب چشمایشان 20 رنگ است اما تو 20 رقم لندان داشته دیگر چیزی گفتنی نداره. بازم میگم که فرزندان وطن هستن اصل نام خدایت انسانای در اینجا هستن در افغانستان که هیچ کس الحمدلله شکر با کس اذیت نمیتونه. این وطن بیخی امن است خدا را شکر. از سر کوچه تا آخر کوچه از نوک افغانستان تا آخر افغانستان امنیت است. نام خدا سعی کنیم جوانای ما را در اون ویدیو را بگردم کلشون سعی کنیم نام خدا شعر راسم سعی کنیم نام خدا شعرهای افغانستان است والله که پیش از جا کسی که استاد شده بتانه الحمدلله شد. همین لندغرا همین بیشرفا همین بیعزتا بیناموسا که وطن یک منطقهش امن نمیتونستن 36 ولایت میگردیم والله که تخش الحمدلله شکر افتخار ماست. سعی کنم خدا بچه وطن که نور میباره از روش در خانه تان یک جای نماز پیدا نمیشد او لندغرا او وطن فروشا او بیناموسا. اینجا هر کنج افغانستان از دست تقواست از دست عبادت است آهسته آهسته پاک میشه. شما از این وطن یک خرابات جور کرده بودید از این وطن یک منطقه بیناموسی جور کرده بودید اما نام خدا سعی کنیم که آهسته آهسته باران رحمت سری مردم سری ملک میبره. به خدا را شکر. مولوی صاحب هم یک انسان گل است. این یک توفیق برای ما تقدیم کردن بسیار خوش هستیم. اصل کلتور فرهنگ سابقه ما پس داده میشه. حتی این همی را فروختن بیشرفا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وطن دوستان عزیز افغانای محترم ما همراه جنرال صاحب هستیم از اتریش آمدیم. ما میخواستم امیر خودم به چشم خود ببینم که مجاهدین ما چقدر فاتح باستن. مردم بسیار تبلیغ غلط میکردن درباره جنرال صاحبشان درباره مجاهدین محترم ما براتون میگم اثر نگاه الحمدلله شکر. ببینیم که ما خودم آمدیم این وطن وجود دارم در این وطن موجود هستم. جنرال صاحب ساختگی نیست. جنرال صاحب خنده میکنه. جنرال صاحب همینجاست
موجود است. الحمدلله برادران مجاهد ما همینجاست دیگه. خدا را هزار بار شکر، بسیار مردم با تقوا هستند، بسیار مردم راست هستند، در راه خداوند هستند و او بی‌ناموس‌آور نیستند. الحمدلله شکر. ما شکر میکشم که در خانهشان آمدیم، افتخار میکنم که شعار دادیم برشان. واقعا هر گپ خوبی که مردم میزنن دربارشان است و هر گپ غلطی که میزنن، گروه منافقین، مسعودیزم، لندغرا، نسل دنبوره، نسل بیناموس، نسل وطن فروش، کلش غلط. شما اعتبار کنید که میگه در راه خدا باش که این راه درست است. شعرم از خود من، هرگز ندارد سبر کجرویشی. در این ما قطعا کجرویشی داریم. اعتبار کنین که شما در آینده خاک گفتین هر طرف بینی جهان رنگ و بو، زان که از خاکش برود آرزو. الحمدلله شکر با اون مردم نامید امیدواری دادن و واقعا ما افتخار میکنم که در وطن خود آمدیم، از مردم خود دیدار میکنم و صف در صف والله بالعکس ضرورت باشه من با روی مجاهدین خود جهاد میکنم. و خاطر چی؟ و خاطر که بی‌ناموسای 40 سال وطن فروختن، 40 سال. و الحمدلله این مردم با تقوا، این مجاهدین اصل ما که در راه دین جهاد میکنن، در راه حق جهاد میکنن و بازسازی وطن شروع کنن. الحمدلله 2 بجه شب ما خودم میرم بیرون، هر جای امنیت است، هر جای امنیت است. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض و نه هر سنگ و گل لولو و مرجان نشود. اینها گوهرهای پاک هستند. پاکان ستم و جور فلک بیشتر کشند، گندم چو پاک گردد خور از زخم آسیا یا زخم آسیا بخوردن و پاک هستند. الحمدلله و ما افتخار میکنیم. دیگه یک ذره شما فکر کنید کسی که گپ میزنه، گپ غلط میزنه، خداوند در قار غضب خودت کنشان. 40 سال امی وطن فروشان، امی ناموس فروشان، امی عزت فروشان، ناموسی وطن فروختن، خاکی وطن فروختن، زمراتی سنگی وطن فروختن، چوبی وطن فروختن. و امروز الحمدلله امی شیر مردای افغان هستند، امی شیر مردای مسلمان هستند که از ناموسشان، از وطنشان، از عزتشان دفاع میکنند. نام افغان که شما در زمین زده بودید امروز پس بیرق افغانستان بلند است، نام افغانها بلند است، افغانها سرفراز است، افغانها عزت و غرور و فرهنگ و کلتور و اسلامیت خود به دست آورده و ما افتخار میکنم.